سلام رفقا، امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوام درباره داستان داش بندرلین، رئیس گنگ بندرلین در Red Dead Redemption 2 از ابتدا تا انتها براتون بگم. پس با من همراه باشید. داش در سال 1855 در فیلادلفیای آمریکا متولد شد. پدر داش یک هلندی و مادرش هم یک انگلیسی به نام گرتا بود. پدر داش هم در جنگ داخلی آمریکا کشته میشه. داش از جنوبی‌های ایالات متحده کینه به دل میگیره. داش در 15 سالگی خونه رو ترک میکنه و به زندگی قانون شکنی روی میاره. داش در این مدت زیاد به دیدن مادرش نمیرفته و مادر داش هم در سال 1881 میمیره. داش همیشه به فکر آزادی و آزاد بودن میکنه و همیشه از زیر سایه قانون فرار میکنه. در دهه 1870 داش در شیکاگو بوده و میخواست از شخص به نام هوزیا ماتیوس دزدی کنه که در حین دزدی داش میفهمه که هوزیا هم میخواسته ازش دزدی کنه و هر دوی آنها شروع به خندیدن میکنن و این اتفاق باعث میشه که این دو رفیق هم بشن و گنگ بندرلین دو تأسیس کنن. داش و هوزیا در شهر کیتینگ اوهایو از مردم کلاهبرداری میکنن و بهشون میگن که سهام یک شرکت به قیمت $300 بخرن. 12 نفر هم همین کارو میکنن و داش کلی پول دست میاره. اما از روی بدشانسی کلانتر موشه یعنی کلانتر کارمایکل خبردار میشه و داش و هوزیا رو دستگیر میکنه. داش و هوزیا در سال 1877 از زندان از روشی نامعلوم فرار میکنن و این وسط برای انتقام از کلانتر ازش دزدی میکنن. در اواخر همون سال 1877 داش و هوزیا یک یتیم 14 ساله به نام آرتور مورگان پیدا میکنن و اونو به گروه میارن. داش به آرتور از خوندن، نوشتن و سوارکاری به تیراندازی یاد میده و تحت دست داش بزرگ میشه. داش با زنی به اسم سوزان گریمشاو که تازه به گروه اومده بود رابطه میگیره، اما بعداً کات میکنه و عاشق زنی به نام آنابل میشه. در اون زمان کولم اودریسکول به شدت با داش دشمنی داشته و مدام این دو سر هم میزدن که در نهایت داش برادر کولم رو میکشه. کولم هم برای انتقام برادرش معشوقه داش یعنی آنابل رو میکشه و جنگ نفرت بین داش و اودریسکول به شدت زیاد میشه. در سال 1885 داش با یک سری گروه‌هایی برخورد میکنه که داشتن پسری 12 ساله به نام جان مارسون رو بکشن که داش دخالت میکنه و جان رو نجات میده. داش هم جان رو وارد گروه میکنه و مثل آرتور بهش خوندن و نوشتن و تیراندازی و چیزایی بهش یاد میده که بعدها جان لقب پسر مورد علاقه داش میگیره. در سال 1887 داش، آرتور و هوزیا از یک بانکی دزدی میکنن و $5000 به دست میارن که داش میره و بیشتر پول رو به یتیم‌ها و فقرا میده. خودش هم به عنوان رابین هود معرفی میکنه. در همین دزدی داش تحت تعقیب قرار میگیره و جایزه هم برای سر او قرار میدن. در سال 1893 بیل ویلیامسون و در سال 1895 خاویر اسکولا و شان مکگایر توسط داش وارد گروه میشن. در 1898 هم داش در حین معامله برای فروش یک انبار طلای سرقتی جونش تو خطر میفته و نزدیک بود که بمیره، اما شخصی به نام مایکا بیل که یک قانون شکن حرفه‌ای بود داش رو نجات میده و داش مایکا رو به گروه میاره. خیلی هم بهش اعتماد میکنه، در حالی که آرتور و هوزیا زیاد از مایکا خوششون نمیاد. الان وارد سال 1899 یعنی داستان Red Dead Redemption 2 میشیم. گنگ بعد دزدی بلک واتر که $150,000 پول به دست آورده بودن به خاطر شرایط بدی که وجود اومده بود او رو در بلک واتر میذارن و به سمت کوههای امبرایتو فرار میکنن و مدتی هم اونجا میمونن. در اونجا در حمله به یک خانه که مال اودریسکول‌ها بود زنی به نام سیدی ادلر پیدا میکنن که اودریسکول‌ها شوهرش رو کشته بودن، خانه‌ش رو تصاحب کرده بودن. داش سیدی رو وارد گنگ میکنه. در این مدت هم از یک قطار که مال کورنوال بوده دزدی میکنن و کل گنگ از اونجا میرن و به سمت جنوب حرکت میکنن. در ولنتاین زمانی که داش با آرتور در یک باری نشسته بود، کورنوال که داش قطار اون رو دزدیده بود حمله میکنه، اما داش و آرتور و جان موفق میشن از اونجا فرار کنن. در همین مدت ها پینکرتون ها که میخواستن به دوران گنگ های قانون شکن و قبر وحشی تمام کنن به شدت دنبال داش میگشتن. گروه مجبور میشه دوباره نقل مکان کنه و در مکان جدید داش شروع به همکاری با کلانتر شهر میکنه و با اون رفیق میشه. در همین حین مانکا به داش میگه که اودریسکول ها میخوان یه جلسه برای صلح با داش داشته باشن. داش هم میره، اما میبینن که یک تله بوده با آرتور گروگان میگیرن.
آرتور هم بعداً از دستشون فرار میکنه و به گروه برمیگرده. برایت وایت ها و گری ها که خاندان قوی شهر و دشمن همدیگه بودن داشت با هر دوی اونها همکاری میکنه. اما یه روزی برایت وایت ها جک پسر جان مارستون رو میدزدن. داشت و گروه به عمارت برایت وایت ها حمله میکنن و اونجا رو به آتیش میکشن. در نهایت میفهمن که جک رو به شخص ایتالیایی به نام برونته دادن. داش و گنگ هم به سراغ برونته میرن و با صلح دوستی میتونن جک رو پس بگیرن. بعدها پس از همکاری با برونته به خاطر خیانتش داچ اونو میکشه. بعدها داچ و اعضای گروه از یک بانک در لموین دزدی میکنن که در حین دزدی بیرون بانک میلتون مأمور پینکرتون ها هوزیا رو گروگان میگیره. Dutch! Get out here! Get out here now! Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton, let my friend go. Or folks, they are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains, no more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on. No! God damn it! There's your deal, Dutch. Hosea. بعد دزدی داش و بعضی از اعضای گنگ که در دزدی بودن با یک کشتی از اونجا فرار میکنن و در یک منطقه گیر میافتن و بدبختی از اونجا فرار میکنن و به شهر برمیگردن. جان که به خاطر دزدی به زندان افتاده بود داچ از کمک کردن به اون خودداری میکنه، اما آرتور و سیدی جان رو نجات میدن و داچ آرتور رو به خاطر اینکه جان نجات داده سرزنش میکنه. گروه در این مدت مشغول دزدی و کارهای دیگه میشن. در این وسط هم داچ هم کرنوال رو میکشه. در این مدت داچ رفتارهای عجیبی میکنه و زیاد به مایکا اعتماد کرده، به طور که در حین دزدی قطار در حالی که جان گرفتار شده بود داش به کمک اون نمیره و اعلام میکنه که جان مرده. به بعد برگشت از دزدی قطار خبر میشه که ابیگل رو پینکرتون ها گروگان گرفتن. مایکا داش رو متقاعد میکنه که به سراغ ابیگل نرن و به راهشون ادامه بدن. داچ هم به حرفای مایکا گوش میکنه. بعضی از اعضای گنگ به خاطر رفتارهای داچ گنگ رو ترک میکنن. داچ هم اونا رو ترسو و خائن خطاب میکنه. بعد برگشت از دزدی قطار در حینی که آرتور و داش داشتن صحبت میکردن و آرتور از داش انتقاد میکرد، جان برمیگرده و معلوم میشه که داش داشته دروغ میگفته. اعضای گروه که به دو گروه آرتور و جان و از طرفی داچ و مایکو تقسیم شدن به جون هم میافتن و در آخر سال به خاطر حمله پینکرتون ها همه فرار میکنن. در اینجای کار بسته به انتخاب آرتور که جان رو کمک کنه و به خانوادش برگرده یا بره کم و پولا رو بیاره توسط مایکا یا بیماری سل میمیره. بعد گذشته 8 سال داش با مایکا که گنگ خودشو در کره هاگن راه انداخته متحد میشه. جان، سیدی و چارلز هم برای انتقام آرتور به کمپ مایکا حمله میکنن. سیدی و چارلز زخمی میشن اما جان موفق میشه به مایکا برسه. در حین درگیری جان و مایکا داچ از کلبه میاد بیرون و پس از اسلحه کشیدن روی جان و مایکا به مایکا شلیک میکنه. جان هم کار مایکا رو تموم میکنه. جان از داچ به خاطر این کارش تشکر میکنه اما داچ بدون هیچ حرفی میذاره و میره.
داش 4 سال بعد در غیب الیزابت دوباره گنگ خودش رو با کمک سرخپوستان راه میندازه و دوباره مشغول دزدی از بانک و از این کاراست. در همین سال مأمور دولت آدگار راس با گنگار گرفتن خانواده جان مارسون اونو مجبور میکنه که بره سراغ داش و کارشو تمام کنه. جان و راس در حینی که داش از یک بانک دزدی میکنه به سراغش میرن. Oh, it's nice to see you, John. Hello, Dutch. How's Abigail? Well, I hope. Ain't seen her for a while. 'Cause you've been chasing me? Let the woman go, Dutch. Of course. Of course. How's your little boy? He ain't so little now. No, he must be what? 15? 16? Doesn't time fly? Don't adjust. It's over, man. Of course. Of course. I surrendered, John. You're the master now. I've been my master since you left me to die. We all make mistakes, John. I never claimed to be a saint, but equally, I never took you for an errand boy. Just trying to help my family, Dutch. By making compromises we all have to. Now let her go. It's over. You want the girl, John? You always were the romantic sort. You know, gentlemen, this man here, oh, he married a whore. Used to ride with us. We all had her. Oh, but he married her. And you know that makes him a better man than us. He's a better man. Have the girl, John. Easy, Dutch. She's a parting gift from me. God damn! داش از اونجا فرار میکنه، ولی بعداً در حین اینکه جان و پروفسور تحقیقاتی در یک هتل بودن داش اونجا رو محاصره میکنه، اما جان و پروفسور موفق به فرار میشن. ارتش آمریکا، آدگار راس و جان مارسون به کمپ داچ حمله وسیعی میکنن و جان به سراغ داچ میره و بعد کلی تعقیب گریز بالاخره جان داچ روی کوه گیر میاره. Hello again, John. Hello, Dutch. We gotta stop meeting like this. Sure. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. This is a good one. I don't doubt it. We can't always fight nature, John. We can't fight change. Can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. Then give up, Dutch. But I can't give up, neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. You see? Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time has passed, John. این بود داستان داش وندرلیند. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک حساب یادتون نره. تا ویدیوهای بعد بدرود.